برای درست کردن باسلوق رسیپی زیاده، ولی اگه میخوای باسلوقت همینقدر نرم و خوشمزه بشه و با بازاریش مو نزنه، با این روشی که من بهت میگم درستش کن. پس سیوش کن و بزن بریم که 14مین پست چالش یلداییمون هم درست کنیم. نشاسته گلو با آب سرد، گلاب، شکر، هل روی حرارت ملایم هم بزنید تا به غلظتی که تو ویدیو میبینید برسه. یه نکته خیلی مهم این که حتما از نشاسته گل برای درست کردن باسلوق استفاده کنید، چون خیلی خوشمزه میشه و بافتش هم معرکه میشه. وقتی به این غلظت رسید کره رو بهش اضافه میکنیم و چند دقیقه دیگه هم روی حرارت هم میزنیم. وقتی بافتش همینقدر کشدار شد از رو شعله برش میداریم و میذاریم کنار تا از داغی بیفته و در آخر دستمون رو چرب میکنیم و از موادمون برمیداریم و گردش میکنیم. داخل پودر نارگیل میغلطونیم، فقط حواستون باشه قسمتی که میخواین گردو بذارید نارگیل نزنید. بعدش چند ساعت میذاریمشون داخل یخچال و باسلوق ما آماده است. نوش جونتون.